اصلا از این دنیا من متنفرم. تو این زندگی که میگن آخه 2 + 2 4 میشه. آخه زندگی چرا میخوای بگی 2 + 4 میشه؟ من میخوام زندگی باشه 2 + 2 7. آزاد باش. این بندا رو ببر. خودمون رو زندانی کردیم با علم و دانه این و مقررات و زندگی و به این سلام بکن، به اون تعارف کن، به اون این بگو. دیگه زندگی نه، جهنم میشه این دیگه. این چه زندگیه؟ هر کس باید دیوانه بشه که به جایی برسه. آدم نرمال به جای نمیرسه. دیوانگی مهمه در زندگی. دیوانه باید باشی، دیوانه. و نباید خجالت بکشی که دیوانه ای. خب دیوانم. اون باید خجالت بکشی که خودش به عقل زده. اون خودش عاقل میدونه. 10 تا دکترا داره. من خودم 2 تا دکترا دارم. استفاده نمیکنم تیترا پروفسور دانشگاه. اگه وقتی دیوانه نشی هیچ چیزی خلق نمیشه بدون دیوانه شدن. و ما همشون حس میکنیم ما تو این جمعی که اجتماعی که هستیم همیشه خوشمون میاد که احساسات ما خیلی نگه داریم، خودمون عاقل نشون بدیم، خودمون مرتب نشون بدیم. خیلی نه بابا، ول کن. دیوانه بمون، عاقل بمون. ولی خوش به حال آدمای دیوانه، اونا هم که از زندگی لذت میبرن.